چطور میتونیم از عفو رهبری استفاده کنیم؟ بعد از بخشنامه اخیری که قوه قضاییه در رابطه با عفو گسترده محکومان صادر کرد، این سوال پیش میاد که به طور کلی چگونه میتوانیم از نهاد عفو استفاده کنیم. برای استفاده از عفو خصوصی، گاهی قوه قضاییه معیارهایی رو برای بخشش در نظر میگیره، مثل عفو 1401 یا مثل عفو شهریور ماه، که کافیه کسی که محکوم شده فقط شرایط رو داشته باشه. در این صورت از طریق اجرای احکام میتونه مشمول عفو و بخشش بشه. اما حالت دوم در جایی است که کسی که محکوم شده شرایط عفو معیاری رو نداره. در این صورت کافیه که از طریق سامانه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده درخواست عفو خودش رو ارسال بکنه. کمیسیون‌هایی برای این منظور در استان‌ها تشکیل میشه و در صورتی که شرایط رو برای اون محکومون علیه احراز بکنن، امکان عفو و بخشش رهبری در مناسبت‌های ملی و مذهبی برای اون شخص وجود داره. این موضوع رو در اختیار دیگران هم قرار بدید.